برای همه ما پیش اومده که یه زمانهایی اتفاقات اونجوری که ما دوست داریم رقم نمیخوره. شرایط باب میل ما نیست. مثلا یه کاری می‌خوایم بکنیم پولشو نداریم، یا یه شرایط پیش اومده باید یه پولی پرداخت کنیم ولی اون پولا رو نداریم، یا تو هر مسئله دیگه. اولین و مهمترین کاری که ما باید تو این لحظه انجام بدیم اینه که ذهنمون رو کنترل کنیم. خیلی هم سخته، در نگاه اول خیلی سخته. چجوری کنترل کنم؟ طرف مثلا پولشو میخواد، باید اون کارا رو انجام بدم، اینو باید بخرم. خب ولی ما اگه یه درکی از این قانون جهان هستی داشته باشیم که قانون اینه که تو اگر تو حال بد بیفتی اتفاقات بدتری رو تجربه میکنه و اگر تو حال خوبی باشی اتفاقات بهتری رو تجربه میکنه. حالا این قانونه، فقط ما باید درکمون رو بیشتر و بیشتر کنیم که بتونیم بهش عمل کنیم. یعنی اگر تو اون شرایط بریم پی ذهنمون، اون میگه برو الان این کارو انجام بده، میندازه ما رو توی اضطراب، میندازه ما رو توی استرس، میندازه ما رو توی نگرانی. و اونها همه فرکانس‌های ضعیفن، همه فرکانس‌های پایینن. اون فرکانس‌های پایین همه حال بده. یعنی تو میری تو حال بد، میری تو حال بدتر 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 تا اینکه اون زنجیره رو قطع کنه. پس ما اگر آدم زرنگی باشیم تو لحظه اول و تو ساعت‌های اول این کار رو انجام بدیم. اول خودمون آروم میکنیم، اصلا بزنیم خودمون رو به بیخیالی. هر چی بخواد بشه میشه، درست میشه. اگر ما بتونیم ذهنمون رو آروم کنه، بگیم نه نمیشه که، نه میشه. اگر تو بتونی ذهنتو آروم کنی، مثلا اگه پول میاد برات، یا اصلا شاید شرایط به جوری رقم میخوره که اون پول رو تو نباید بدی، خب اول باید ذهنتو آروم کنی، بتونی این کار رو انجام بدی که ذهنتو آروم کنه. اگر نتونی ذهنتو آروم کنی، میری تو حال بد بیشتری برات میاره. حالا ذهنتو بتونی آروم کنی، میری تو حالت خنثی، بعد حالتو بهتر میکنه. شرایط برات ایجاد میشه. تو اون زمانها فقط برو یه جوری از دست ذهنت خلاص شو. برو پیاده روی، برو بیرون، نمیدونم برو با کسی که حس خوب ازش میگیری صحبت کن، برو یه چه میدونم آهنگ شاد گوش کن. خب اصلا یه کار غیر منطقی اینا، ولی تو اون شرط اگر بتونی این کارها رو انجام بدی و خودتو دور کنی، شاید اصلا خیلی وقتا نشه ولی تو باید تلاش رو بکنی. اون موقع میبینی که ورق برمیگرده. یعنی اینگار تو به جهان هستی میگی که من به ایمان دارم و جهان هستی نتیجه اون ایمانه رو میده. و تو اگر شروع به این کار انجام بدی، شروع به انجامش بدی، کم کم میبینی که هر دفعه بهتر میشه، هر دفعه میتونی راحت تر ذهنتو کنترل کنی. حالا شما برام بگید کجا تونستین ذهنتون رو کنترل کنید و از تجربیاتتون برام بگید.